چیه؟ صحیح مسلم. خب شماره چند؟ آره. سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لا یزال الاسلام عزیزا الا 12 خلیفه. اسلام تا زمانی که اسلام چند نفر خلیفه کلا میاد؟ 12 نفر. اثنا ثانی 2 10 10 و 2 12 خلیفه. تمامشون از چی هستن؟ کلهم من قریش. تمام از قریش هستن. یک حدیث نه بعدی رو بخون. دوباره قال النبی لا یزال هذا الامر عزیزا الا 12 خلیفه. 12 ما را شیعیان 12 میگن 12 امامی. درسته؟ دوباره حدیث بعدی لا یزال هذا الدین عزیزا منیعا الا 12 خلیفه كلهم من قریش كلهم من قریش كلهم من قریش. در کتاب خود سنی هم 12 آمد. حسین آقا از مشهد از اذان اهل سنت بفرمایید. السلام علیکم آقا. علیکم السلام و رحمت الله. عبادات شما قبول درگاه. همچنین بفرمایید. چند سوال داشتم آقا حضرت. یکی اگر مطرح کنین ما ان شاء الله جواب میدیم. چشم. باش چشم. یکی این که در قرآن در کجای قرآن آمده است از که امامت یکی از اصول دین است؟ در کدام آیه آمده است؟ اینو بشه لطفاً توضیح بدید. خب کجای قرآن؟ یه لحظه من سوالاتمو بگم بعد نه یکی ما اولا ما اینو جوابشو میدم. کجای قرآن آمده است که نبوت از اصول دین است؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. کجای قرآن آمده نبوت از اصول دین است؟ من سوال کردم آقا. همین دارم اصلا این سوال شما همونطوری که در هیچ جای قرآن نیامده است که توحید از اصول دین است، همانطوری که در هیچ جای قرآن نیامده است که نبوت از اصول دین است، در هیچ جای قرآن نیامده که امامت از اصول دین است. همونطوری در قرآن نیامده که اگر غیر از الله رو بپرستی مشرکی. در قرآن اومده که برخی ها هستن امام هستن، باید امامشون رو قبول داشته باشین. پس من میخوام اینو بگم که پس امامت در قرآن نیامده که کسی جز اصول دین باشه. نه این که دقت کن شما دوست شما دارید مغالطه میکنی. همونطوری که ذکر نبوت در قرآن شده ذکر امامت هم در قرآن شده، اما همونطوری که در قرآن نیامده نبوت جزء اصول دین است، در قرآن نیامده امامت جزء اصول دین است. همین ذکرشو می‌خواستم ببینم کدوم آیه. ذکرش آیه که ما زیاد داریم. یک آیه از آیاتی که ما در قرآن داریم، یکی سوره بقره آیه 124 و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. حضرت ابراهیم آقا دوست عزیز، مگر امامتی که ما بهش اعتقاد داریم امامت به فرق می‌کنه بین امامت ابراهیم و حضرت علی؟ ما میگیم امامت حضرت علی امامت ابراهیمه. شما گفتید راجع به امامت نفرمودید؟ پس قبول دارید در قرآن راجع به امامت در چیزی آمده. حالا شما میگید امامت ابراهیم، ما میگیم بله امامت. نه امامت حضرت علی رو اینا می‌خواستم بگم. خب دوست عزیز، پس اصل امامت در قرآن اومده یا خیر؟ از حضرت ابراهیم اومده. از حضرت یه لحظه دوست عزیز صبر کن، شما یکی آیا اصل امامت در قرآن آمده یا خیر؟ اون که میگیم در قرآن آمده اون از حضرت ابراهیم الله تعالی اونو و حضرت شما میگید حضرت ابراهیم، منم میگم قبول. حضرت ابراهیم آیا امامت حضرت ابراهیم در قرآن اومده یا خیر؟ اون که آمده دیگه اونو. پس شما گفتید اصلا ذکری از امامت در قرآن نیست؟ نه من سوال کردم، من نمیدونستم. پس شما سوال کردم. بعد یک سوال دیگه رو. خب بریم سوال بعدی شما. بعد میخواستم ببینم که اگر از حضرت علی شما میگین امامتش از طرف خداه، درسته، و بعد اونو حضرت محمد تعیین کرده توی عید ما نمیگیم علمای اهل سنت با سند صحیح گفتن. خب درسته. بعد چرا بعد از وفات حضرت محمد حضرت علی برای امامتش هیچ تلاشی نکرد؟ حضرت هارون نبوتش الهی بود یا خیر؟ حضرت هارون بعد حضرت آیا حضرت موسی ایشونو به جانشینی خودش تعیین کرد در زمان حیاتش یا خیر؟ درسته تعیین کرد. من میخوام چرا بگم حضرت علی تلاشی نکرد برای عرض میکنم چرا یک میرسیم. آیا خلافتی که حضرت موسی به دستور خدا به حضرت هارون داده بود؟ آقا ببخشید من سوالای منو با سوال جواب میدین شما. من با سوالی جواب میدم که جوابش واضحه. در واقع من سوال نمیپرسم از شما،
چیزی میپرسم که شما جواب ندید. همین من علم ندارم، من چند تا سال در ذهنم بود. خب اینو گفتم از شبکه شما سوال. اگر شما میخوای حل بشی یا خیر؟ بله من چون عالم نیستم. احسنتم. میخوای حل بشی یا خیر؟ بله بله. خب حالا اگه من با سوالی که پرسیدم حلش کردم مشکل ایجاد میشه؟ نه مشکل ایجاد. پس چرا شما سوال میپرسید؟ میپرسم از شما حالا. حضرت هارون و حضرت موسی که نبی بود به خلافت بعد از خودش در زمان حیاتش نصب کرد یا خیر؟ من میگم عالم نیستم، من اینا رو اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. آیه قرآنه. حضرت موسی هارون رو به عنوان خلیفه خودش تعیین کرد. حضرت موسی که رفت به کوه طور خلافت هارون رو غصب کردن یا خیر؟ حضرت هارون تلاشی نکرد؟ من این کامل نمیدونم. قطعا تلاش کار نکردن. آنچه در قرآن اومده میگه ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری. هارون چرا مخالفت با دستور من کردی؟ من گفتم خلافت دست نگهدار. نه حضرت هارون هم خودش پیامبر بود فکر میکنم. خب همین داره میگیم. آیا هارون با غصب خلافتش از نبوت خارج شد؟ او خودش پیامبر بود اصلا. بله پیامبر بود. آیا با غصب خلافت از نبوت ساقط شد؟ نمیدونم اینو. نمیشه دیگه، ساقط نمیشه. خلافت یکی از اموری است که واجب است مردم. یعنی شما میگه حضرت علی سکوت کرد دیگه؟ حضرت علی سکوت نکردن، دست به شمشیر نبردن. اینم خطبه حضرت علی داره راجع به غصب خلافتش. بله. اینو پس که حضرت علی هیچ تلاشی برای جانشینیش نکرد. شما اینی که شما دارید دور برگشت همون نفر بود. ما از شما تشکر میکنیم. شما فقط باید همون حرف خودتو بزنی و تکرار کنی. از همون اول از که حضرت علی تلاش کردند، صحبت کردند ولی دست به شمشیر نبردن. اگر شما صحبت کردن تلاش نمیدونید، فقط تلاش همون کاری که وهابیون میکنن و شمشیر میگیرن همه میکشن، نه ما اون تلاش نمیدانیم. ما میگیم آبروریزی برای اسلام است. ما میخوایم اسلام اون وجهه خونریزی درش موجود نباشد.